سلام دوستان عزیز. حقیقتش من تصمیم گرفتم قلبم، کلیم، کبدم و هر آنچه که چشمام، هر آنچه که به درد کسی میخوره بفروشم. دوست ندارم کسی بهم ترحم کنه. احتیاج داره، زن بچه‌م احتیاج داره، خونه لازم دارم، سقف بالا سر ندارم، از مستحضری خسته شدم، نمیخوام خانوادم دیگه اینطور عذاب بکشن. یک نفر نباشه بهتره تا کل خانواده اسیری بکشه، کل خانواده اذیت بشه. یه بار من نباشم خانوادم بعد این راحت زندگی کنه. دوستان لطفاً چیزی نگید، فقط اگر کسی خریدار سراغ داره یا خریدار هستش در خدمتش هستم. ممنونم.